من الان اینجا نشستم اینقدر کارخونه دارم که خودم خبر ندارم، چند تا زن دارم که خودم خبر ندارم. پلیس خانم گرفته تو خیابون تهران، گفته چرا یه طرفه میری؟ خلاف قانونه. گفته به شما ربطی نداره، من خانم آقای غیرتی ام. و ما زدن گفتم بگیریدش. حالا ما که کسی نیستیم. یه کسی گفت من خانم امام زمانم. گفتم اینو بگیریدش تو مردم زندانش کنید، چون امام زمان غیرتش اجازه نمیده که ناموسش تو مردا زندانی بشه، میاد نجات بده زندش رو بگو ظهور کرد. همین تو هر کسی چیزی میگه. چند وقت پیش یکی اومده بودم بیت رهبری، خیلی با جسارت حرف زد، گفت به سید علی بگو بیا. گفتن سید علی که؟ گفتن مقام معظم رهبری. بگو بیا. هی گفتن آخه چرا تو حرف میزنی؟ گفت من امام زمانم، ظهور کردم، بگو بیا. اینم زد تو گوشش. گفت چرا میزنی؟ گفت من خودم کی به تو گفتم ظهور کنی؟ همین تو